عبدالله ابن سلام در دوره‌های رسول اکرم میگن یهودی بود، لکن ایمان آورده بود. این کس وقتی که میگن بیمار شد، رسول اکرم همراه اصحابش در مسجد نشسته بودند و آمدن به پیغمبر خدا خبر دادن: یا رسول الله، عبدالله ابن سلام در حالت نزع جان است و از شما بسیار تکلیف است که در تلقین کلمه شهادت حضرت اشتراک کنید. رسول اکرم از جا خیستند، همراه حضرت عمر، همراه حضرت علی، حضرت بلال خانه عبدالله ابن سلام رفتن نگاه کردن که البته سکرات موت خیلی مشکل است، جان دادن خیلی کار مشکل است. نگاه کردن حال عبدالله خیلی وزنین است و کلمه شهادت بر زبان عبدالله ابن سلام هیچ دور نمیزند. رسول اکرم بلال را گفتند: بلال، از همسر عبدالله سوال کن شوهر او در دنیا چگونه حیات خود سپری کرده است. بلال وقتی که از همسر این عبدالله سوال کرد، همسر عبدالله گفتند: به خدا قسم، عبدالله هیچگاه نماز خود در خانه نمیخواند مگر 5 وقت در نماز در مسجد جماعت از پشت رسول اکرم نماز میخوانده. روزی نبود که عبدالله خیر احسان در راه خدا نکند. عبدالله اکثر وقت روزدار بودند. من نمیدانم که از عبادتهای خدا هیچ تنبلی ندارند. رمضان و ادیت الزکات و حججت البیت فماذا لی. صحبت هم یگذاریم. پیغمبر خدا: من 5 وقت نماز میخوانم. یک مرد گفت: زکات میتم، مالدار هستم، روزه رمضان میگیرم و حج در راه خدا کردم. فماذا لی، حکم من صادر کن، من چگونه آدم هستم؟ من فعل ذلك، پیغمبر خدا گفت: کسی که اگر همچنان عملهایی که تو نامبر کرده ای فرزند من انجام داد، کان مع النبیین و صدیقین و الشهداء و الصالحین. کسی که اگر این عملهای تو الحال فرزند من نامگیر کردی، 5 وقت نماز، دادن زکات، گرفتن روزه و کردن حج، اون کس در روز قیامت همراه پیغمبرها، همراه شهدا، همراه صادقا و همراه صالحین است، الا ان یعوق والدی. لیکن گفت پیغمبر خدا: مگر در اینجا یک شرطی است، مگر این که اگر عاق پدر مادر نشیده باشد. روزه داشت، زکات میداد، روزه میگرفت، حج کرد، لیکن اگر عاق پدر مادر نباشد، اگر عاق پدر مادر باشد، این عبادت ها برای او هیچ سود و هیچ فایده نداشته است. عبدالله سلام از عبادت هیچ تنقیصی نداشته بوده است. لکن زنش چی گفت؟ فکر میکنم گفت که مادرش از عبدالله ناراضی هست. اینش گفت خاطری من ده هست، یادی من ده هست که مادر عبدالله از عبدالله ناراضی هست. رسول اکرم که از پدر مادر دیدار بر ما و شما شیرینتر و عزیزتر است و غمخوارتر است و باید ما و شما از پدر مادر دیده پیغمبر خدا را دوستتر بداریم. رسول الله بی‌طاقت شدند. حضرت عمر و حضرت علی را گفتند: نزد مادر عبدالله میرین و از مادر عبدالله پرسان میکنین و از او درخواست میکنین که از فرزند خود راضی بشود. حضرت ها خیستن آمدن، گفتن: تو مادر عبدالله هستی؟ گفتن: بله، من مادر عبدالله هستم. الحال گفتن: میدانی که عبدالله در نزع جان است؟ مادرشون گفتن: نه، نمیدانم. البته وای به حال او فرزندی که از نزع جانش حتی که مادرش درک ندارد. فرزند هیچگاه مادر نمیخواهد که حتی مصیبت فرزندش بیند، لکن در حالت مصیبت ما و شما اگر مادر ما زنده باشد، پدر ما زنده باشد، بالای سر ما و شما مغفرت گناه ما و شما را طلب کند، این یک شادی برای ما و شماست. از آنی که در مرده ما و شما نیاید، در معرکه ما و شما از حساب ملالی که داشته باشد نیاید، این برای ما و شما مصیبت است. گفتند: من درک ندارم، لکن من در دنیا و آخرت از عبدالله راضی نیستم.
وای به حال اون فرزندی که پدر و مادر میگوید من از فرزند خود راضی نیستم. بسیار کلمه دشوار است، کلمه هست که دیگر هم دنیا و هم آخرت فرزند حل میکند. من از فرزند خود راضی نیستم، نه در دنیا و نه در آخرت. حضرت عمر هراسان شدند، دوان به پیش پیغمبر آمدند، گفتند از زبان مادر این سخن صادر شد. رسول اکرم خود خستند، مادر آوردن نزد عبدالله شیناندن، گفتند به چهره فرزند خود نظر کن، در حالتی هست که اگر تو راضی نشوی کلمه شهادت بر زبان این فرزند تو نمیگذرد و حال مشکلات مرگ این آسان نمی شود. گفتم پیغمبری خدا، به حق خدا و پیغمبر که من از این فرزند راضی نیستم. گفتن چرا راضی نمی شوی؟ گفت این کسی هست که برای خاطر زنش مرا از خانه خود پیش کردگی هست، برای خاطر زن خود، برای آنه که مثال شیرینی و محبت زن در دل او اثر کرد و مرا از خانه خود پیش کرد، من چگونه این فرزند ببخشم؟ رسول الله گفتند به حق آن چیزی که به حق آنه که من پیغمبری تو هستم و تو امتی من هستی، مادر عزیز از فرزند خود بگذر، از فرزند خود راضی شو. بگه این مادر وقتی که این سخن شنید که به حق پیغمبر و به حق امتی بودن تو، گو من از فرزند خود راضی شدم. در زمان میگد نگاه کردن که عبدالله با صدای بلند لا اله الا الله محمد رسول الله را میگد بر زبان خود رانده کردن و به جان به حق تسلیم کردن. رسول اکرم بعد دفن این قبر چی گفتن؟ گفتن که وای به حال اون فرزندی که در دنیا مادر یا پدر از او راضی نباشد و خوش به حال او